درود خدمت عاشقان علوم و فنون سری جادو. امشب محفل ایشتار را درست کردیم. امشب ما پذیرای انرژی قدرتمند الهی ایشتار هستیم. امشب ما این الهه قدرتمند و گرانبها را ارزشمند می شماریم، بهش بها میدیم، از حضورش تشکر می کنیم، پذیرای قدرت الهه هستیم. در این زمان کاری که همه باید انجام بدن اینه که مخزن انرژیکی فرکانس قدرتمند ایشتار رو در زندگی خودشون فعال کنن. مخزنی که سراسر قدرت و انرژی برای ثروت، برای فراوانی، برای زیبایی، برای جوانی، برای محافظت و پیروزی، برای جذابیت و زیبایی زنانه، اقتدار و شخصیت کاریسماتیک مردانه. این الهه در سال نو خورشیدی باید فراخوانده بشه، از قدرتش استفاده بشه با احترام و عشق. ما امشب در این ساعت، در این زمان، تلفیقی از ژوپیتر و ونوس در ماه هلال واکسینمون پذیرای قدرت الهی ایشتار هستیم. اشر ایشتار استرید اینانا اتارگاتیس. 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 نماد معروف این الهه ستاره 8 پر. شاید فکر کنید این یک نماد ساده هستش، اما یک نماد به شدت قدرتمند و باستانی هستش. نمادی که شکوه رو نشون میده، نمادی که گردش انرژی رو نشون میده، نمادی که قدرت رو نشون میده که از طریق این نماد انرژی های مختلف در فرکانس های مخصوص به خودشون نمود پیدا میکنن، متجلی میشوند. به طلا و جواهرات، ثروت، فراوانی، برکت، قدرت های درونی، محافظت، پیروزی، جذابیت، زیبایی، جوانی، اغواگری سالم، وارد شدن به مدار افراد سلطنتی، افراد ثروتمند و قدرتمند. این الهه رو شما میتونید یک فرکانس در نظر بگیرید، یک مخزن انرژیکی که زمانی که با ریچوال باستانی مخصوص و انگشتر تقدیس شده الهه ارتباط برقرار میکنید، خودتون رو، حالتون رو لینک میزنید به این مخزن، شما تمامی این انرژی های قدرتمند رو دریافت میکنید. ثروت وارد زندگی شما میشه، زیباتر میشید، به معنای واقعی کلمه شما جذابتر میشید. در مرحله اول حاله شما تغییر میکنه، همه جذب حاله شما میشن، همه شما را زیبا میبینن. زمانی که این ارتباط پابرجا باشه با الهه، روی ظاهر شما هم در آینده تأثیر میذاره و شما هر کسی رو جذب خودتون نمی کنید. شما افرادی سطح بالا، قدرتمند و
با شخصیت رو جذب خودتون میکنید، نه هر شخصی. برخلاف انگشتر الهه لیلیت که هر قشر آدمی رو جذب شما میکرد و از نظر جنسی شما رو بسیار قدرتمند نشون میداد. در سال نو خورشیدی محفل اکلکتیک ریچوال الهی اشتار رو انجام میده به صورت دست جمعی توسط جادوگران ارشد، استاد بزرگ محفل اکلکتیک و کسانی که انگشتر الهه اشتار رو دارند که قبل از عید براشون ارسال میشه، چون لازمه انجام این ریچوال داشتن انگشتر تقدیس شده الهه اشتاره. انگشتری که قدرت اشتار رو نشون میده، انگشتری که قدرت اشتار رو درون خودش داره. انگار شما همیشه یک اشتار کوچک همراه خودتون دارید، اشتاری که هر جا بره فرکانس اون محیط رو تغییر میده، ثروت جاری میکنه، باعث میشه همه شاد بشن، باعث میشه که شما از زندگیتون لذت ببرید، خودتون رو بپذیرید، احساسات خودتون رو قبول کنید، طلا و جواهرات خلق کنید، زیباتر بشید به معنای واقعی کلمه. وقتی میگم زیباتر الکی نیست، توهمی نیست، جادوی ایلوژن ماجیک نیست که جادوی توهمی باشه، به معنای واقعی کلمه شما رو زیباتر میکنه. شما به شدت جذابتر میشید و افرادی با شخصیت جذب شما میشن و از شما تعریف میکنند، ارزش شما رو میدونند، شما عشق حقیقی خودتون رو جذب میکنید. اشتار الهه باروری، الهه جنگ، الهه شهوت، الهه قدرت. اشر اشتار استریت اینانا اتارگاتیس. اشتار 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 اشتار. With respect and love to Holy Goddess Ishtar, I call upon your powerful energy in my place. That is your place. Ashre, 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 Ashre. همین لحظه پذیرا باشید، انرژی رو دریافت کنید. شما از امشب وارد مدار قدرت الهی اشتار شدید. وارد مدار قدرت الهی اشتار شده اید. مخصوصا کسانی که انگشتر الهه اشتار رو دارند. اشتار اشره اشره اشره